با من چیکار کردی؟ چه صافت آشغال؟ اقبال پا قشنگه. خدا تعالی اسمش گوشم هم نخورده. پا قشنگه رو پیدا کردم. تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم، بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من. به جرم اجتباه تبانی و تبلیغ علیه نظام منو گرفتن. فقط میخوام کمکم کنید ببینم خودشه یا نه. که پاقو را زر آورده اینجا. گلی یه لحظه باز کن دیگه اینا. خیلی خوب، اول باید مطمئن بشیم تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده. چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئول باشه؟ کسی حق نداره بهش دست بزنه. تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست. خسته نباشیم. من کارم عکاسی و فیلمبرداری از عروسیه. اومدیم اینجا 2 تا عکس بگیریم میریم سریع. اینجا؟ آره ویو با این قشنگی. کجا بره؟ زندگی منو به گو کشیده، حالا هم بره. من 1-2 نفر می خودش یعنی دست بردار نیستم. این چه شده؟ واقعا که ولی اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن، ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم. به این 5 دقیقه وقت بدین هممونو اعدام میکنه. از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی.